چرا فشار مقامات به بلاگر دختران، منظورم بازداشت و به عذرخواهی مجبور کردن آنها، احسن و آفرین وسیع کاربران و ساکنان را به میان آورد؟ سخن از اخلاق است یا آزادی بیان؟ می شود گفت در تاجیکستان پلیسی اخلاق پیدا شده است؟ چرا نه همه موردهای دشنام و تحقیر عملی بد اخلاقانه شمرده می شود؟ انتخاب قربانی‌ها و محض حال راه اندازی شدن معرکه چی هدف دارد؟ این است موضوع امروزی گپ آزاد و مهمانان ما خبرنگار افسانه اکابرشویوا و شهرت قدرتوف حقوق شناس که در گذشته در اکادمی ملیسی وزارت امور داخلی تاجیکستان کار کرده است. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. البته خبری به 10 روز حبس محکوم کردن یک بلاگر نه چندان شناخته در تاجیکستان دیدید که به گفته مقامات در صحیفه خود گپی زده است که به قبل مقامات به شأن دختری تاجیک نمیزیبد. بعداً عذرپرسی های چند دختر دیگر پیدا شد. به نظر شما هدف این کار مقامات انتظامی چی است؟ شهرت قدرتوف، مرحمت، همچون سابق کارمند امور داخله، به این سال شما چی میگویید؟ مرحمت. اول سلام خودم رو به شما میزونابی و به افسانه میرسونم و به همه تماشابینان برنامه شما. در حقیقتا وقت اخیر دیده استیم که در جمهوری تاجیکستان بسیار بلاگرها پیدا شده که این صحنه اینترنتی رو با منفعت خود استفاده برده در ویدیو و نوارهای خود از سخنهای قبیح و رفتار ناشایسته استفاده میبرند که اون با شان و شرف که ملت تاجیک نمیزیبد و از عرف و عادت ملت ما بیرون میباشد. برای همین از همین فرصت استفاده برده مقامات قدرتی کوشش کرده است که در جمهوری تاجیکستان نسبت چنین بلاگرها چاره اندیشان و مبارزه برند که این گونه بلاگرها کم شود. اما همچون سابق کارمند ملیسا و حقوق حمایتچی یعنی ادوکات گفتنی هستند که در این موضوع کارمندان ملیسا کمتر از وکالت‌های خود بیرون برآمده ایستادند، چونکه وظیفه ملیسا نه فقط مبارزه بردن با جنایتکاران یا که شدن جنایت، یعنی آنها باید در مورد اول با پروفیلاکتیکا یعنی پیشگیری جنایت و حقوق ویرانکنی مأموری مبارزه برند. اما ما دیده استیم که چطور که این بلاگر جوان دختر 18 ساله با نام فاطمه امیرخانова که از طرف مقامات قدرتی برای ویدیوی خود در سایت‌های اینترنتی با جوابگری مأموری کشیده شده 10 روز حبس کرده شد. در این حالت گفتنی هستم که کارمندان مقامات قدرتی کمتر از وکالت‌های خود بیرون برآمدند و عموما این حرکت‌های فاطمه امیرشویوا از جهت حقوق گوییم درست بهاگذاری کرده نشده است. افسانه اکابرشویوا، نظر شما چی است؟ همچون خبرنگار شما به این مسئله چی نظر دارید؟ سلام، من فکر میکنم که مثلا اگر این کارهای بلاگران واقعا برای اخلاق جامعه خطر باشند، تنظیم کار درست است. چون ما امروز میبینیم که حتی در امریکا مثلا میخواهند که تیک تاک رو بسته بکنن برای که میگویند که مردم ما به قول زامبی شده ایستادند. اما فکر میکنم این شیوهی که مقامات به کار گرفتند این شیوه درست نیست، به خاطر اینکه این جوان دختران هنوز خیلی جوان هستند. ما میتوانیم بگوییم که حتی زیر سن هستند و نه شروع کردن این کارها. و با آنها میشد که صحبت بکنند اون درک میکردند و از این کارشان شاید مثلا با اونها یک گزینه بهتری مثلا پیشنهاد میکردند و با این راه میتوانستند که گفتگو کنند. اما وقتی مثلا عکس یک جوان دختر رو میارن نشر میکنند و در زیرش نمیدونم 70% مردم جمهوری تاجیکستان میان دشنام و حقارت های بدتر از اون دختر میکنند، من فکر میکنم این کار غیر قابل قبول است. تشکر. آیا به 10 روز حبس محکوم کردن همین بلاگر با قانون های تاجیکستان موافقت میکند؟ شهرت قدرتوف. من فکر میکنم که در حقیقت این بلاگر فاطمه وقتی که ویدیو میکرد و در ویدیو کم کم از سخنان قبیح استفاده میبود، این با چنین جزا سزاوار نبود. باید او رو اگر در حرکت‌های گیم که ویران کردن ترتیبات جمعیتی یا که سخنان قبیح رو معین میکردن و برای این باید در مورد اول اکسپرتیز گذرانده میشد و اکسپرتیز اگر در حقیقتا در اکسپرتیز سودی گذرانده میشد و اکسپرتیز در سخنان او یا که حرکت‌های او یگان حقوق ویرانکنی مأموری میبود، او باید با جوابگری کشیده میشد، اما نه با مقداری که 10 شبانه روز با حبس گرفتن، بلکه جریمه
با مقدار یک سومی معین، یک 2 یا 3 نشان داده حداقل. اما وقتی که با 10 شبانه روز یک دختر جوان رو برای گویم که سخنهای قبیحش در ویدیو به حبس میگیرد، این علاقه گویم که با این دختر به حد جزای سخت دادند. اگر از دیدگاه دیگر به همین مسئله نظر کنیم، مگر وظیفه مقامات انتظامی تویسان نظارت اخلاق و فرهنگ لباسپوشی و رفتار نورسان است؟ آیا در قاعده‌های کار و مسئولیت‌های آنها این چیز ذکر شده است؟ به این مسئله چه میگویید؟ نه، در اصل مقامات قدرتی نباید با پوشیدن لباس و چطور سخن کردن بلاگران و جوانان اهمیت دهد. این وظیفه اونها نیست. وظیفه مقامات قدرتی و خصوصا پلیس در قانون درباره پلیس نوشته شده است که اونها چی وظیفه دارند. با این گونه با پوشیدن لباس از طرف جوانان ما در جمهوری ترکستان کمیته کار با زنان است که اونها باید این رو با تنظیم درارند و رعایت نمایند. اما وقتی کارمندان پلیس میبینن و یک جوان دختر رو میگن که لباس تو با رسم و آیین ملی ما جوابگو نمیباشد و برای این با جوابگاری اگر او رو کشند، این علاقه از وکالت‌های خود بیرون برآمدن میباشد. پس چرا حالا به بلاگران چسبیدن؟ هدف به دیگر طرف بردن توجه است و یا نشان دادن آنکه ما غم فرهنگ و عرف و عنعنه‌های ملی تاجیکان رو میخوریم؟ افسانه اکابرشاه و نظر شما در رابطه به این سال چی است؟ خواهش میکنم. به نظر من اینجا هدف بیشتر محدود کردن کار بلاگران است و نمیدونم توجه به یک طرف بردن، یک طرف دیگر بردن. من نمیدونم واقعا این کار باشد یا نه، اما در اینجا محدود کردن کار بلاگران برالو دیده می شود و فکر می کنم این راهی که پیش گرفتن این درست نیست و اینجا باید ریشه یابی کنند. مشکل در خود اون بلاگران نیست، مشکل در مردم است، در جامعه است که همون نوع یک کانتنت رو مردم ما میپسندند. به نظر من وقتی مال به بازار وارد می شود که خریدار دارد، وقتی مردم ما میبیان مثلا در برابر یک برنامه های خوب در یوتیوب، با طور مثال میتوانیم گفتن که برنامه کتابخوان که در یک ماه مثلا یا که در یک سال 29,000 بیننده دارد و دخترهایی که میبیان مثلا هرزگویی میکنند و در یک روز 100,000 بازبین پیدا میکنند، یعنی جامعه همون چیز را میپسندد و در برابر این باید کانتنت بسازند. جای این که مثلا محدود بکنند، در برابر این باید یک کانتنت بهتر بسازند که این نفرانی که میبیان هرزگویی میکنند و فحش و دشنام میگویند بینشان آب شوند، مثلا دیگر مردم میره نبینند. یوتیوب به نظر من خوب و بد را نمیشناسد. یوتیوب میبیند کدام بیشترین بیننده دارد، کدام مثلا بیشترین فرموله های یوتیوب دیگر طور کار میکند. هر چیزی که بیننده بیشتر دارد اون میبیارد برای مردم پیشنهاد میکند و این نشان میدهد که مردم ما ذوقشان همین است. مردم ما میبیایند و همین چیزها رو میبینند و نمیشود که اینها رو محدود کرد. وقتی که ما نگاه میکنیم به شبکه‌های اجتماعی زیر همین مسئله، اینقدر مردم زنده‌باد و اوراباد و تمجید و ستایش از کارمندان ملیسا کردند. حالا سوالی بعدی ما، چرا نه همه موردهای دشنام و تحقیر عملی بداخلاقانه شمرده می شود؟ ما یک نمونه را چند سال پیش دیده بودیم. یک افسر بلندپایه ملیسا همکار خود را در 2 دقیقه بیشتر از 40 مرتبه دشنام قبیح داد. مادر و خواهر و زن همکارش را ناسزا گفت. یا دعوای دیگر، بلاگری دلیر امامعلی میگوید که او را از زن و مادر دشنام دادند. یا عبدالستار پیر محمدزاده، بلاگری دیگر، که گفت در سیزا فشار ناموسی به وی آوردند، تحقیق نشد. این رفتار ملیسا در جامعه چه معنا دارد؟ این یک بازی دوگانیک است یا چی است؟ از شورای قدرت به حیث سابق کارمند امور داخله چی نظر دارید به این چیز؟ من میخواستم اول از اون شروع کنم که چه کاری افسانه گفتن که این محدود کردن کاری بلاگرها میباشد. برای همین گفتنی هستم که در حقیقتا اگر محدود کردن کاری بلاگرها باشد، باید در اینجا یک خیل استاندارد و یک خیل نگاه باشد به این کار. ما دیده استودیم که یک خیل بلاگرها را محدود میکنند. من با مانند یعنی فاطمه برای یک گپای قبیحش که به هیچ کس رو تحقیق نکرده است رو حبس میکنند، لیکن بلاگرها هستند که شب و روز و در هر یک ویدیوشون مردم رو یا که نام آدم رو گفته تحقیر میکنن، اونها به جوابگاری کشیده نمیشه. در اینجا از طرف خودی مقامات قدرتی یا که از طرف شخصان متصدی دیده میشود که بلاگرها انتخاب کرده میشن، یعنی کدام بلاگر به جوابگاری کشیده شود و کدام بلاگر به جوابگاری کشیده نشود.
برای همین در اینجا باید استانداردهای دروغگی یعنی یک خیلی باشد. وقتی که ما یک بلاگر رو برای سخنان قبه اجازه دادیم ما باید به همه بلاگران و به همه اشتراکچیان که در همین سایت‌های اینترنتی ویدیوی خود رو پهن میکنند و در آنجا تحقیر باشد اگر اونها باید به جوابگری کشیده شوند. و حالا به این سوال بعدی ما که گفتیم یعنی که برخوردی دوگانی که کارمندان ملیسا که به یک گروه که عملهای جنایتی میکنن اونها رو به جزا میکشن و یک گروه دیگر که خودی کارمندان ملیسا با اونها بدرفتاری میکنن با اون چیزا توجه نمیکنن. به این مسئله چه میگوید؟ به این مسئله گفتنی هستم که با اون کارمندان ملیسا که با اون بلوگرو و با اون شخصانی که تحقیر و دشنام و گویم که شکنجه رو روا میبینند آنها از طرف خود کارمندان و رهبریت مقامات قدرتی و خصوصا کارمندان پلیس از طرف خود رهبریت این مقامات آنها دستگیری کرده میشن. یعنی با اجازت رهبریت همین مقامات نسبت این گونه کارمندان و نسبت این گونه بلوگران همین گونه رفتار کرده میشوند. اگر در حقیقتا ما چی فکر میکنیم که رهبریت کارمندان رهبریت ملیسا نمیدونن که کارمندان اونها چگونه رفتار و کردار دارن. اونها همه رو خوب میدونن اما اونها با خودشان خوب میدونن که نسبت کی ممکن است تحقیر و دشنام و شکنجه رو روا دیدن و نسبت کی نه. اونها همین کارمندان پلیس هم و رهبریت اونها همین بلوگرها به خودی و بیگانه جدا میکنن. شما به حرفای شهرت قدرت افرازی هستید، نظر شما چی است؟ من چنین نظر دارم اینجا بیشتر زن ستیزی دیده می شود چون در چند روز اخیر ما دیدیم که هیچ بلاگری که پسر است مرد است به جوابگری کشیده نشد برای حرفهای قبیح. همه زن و زن تاجیک باید چگونه باشد، مادر تاجیک باید چگونه باشد و هیچ کسی نگفت که نمونه یک مرد تاجیک در جامعه چی است. حالی اون که ما میبینیم که مثلا در یوتیوب مردهایی هستند، پسرهایی هستند که حقارت‌های بسیار قبیح میکنند، ریپرهایی هستند که بسیار قبیح دشنام میکنند در ریپ خودشان، در همون آهنگ خودشان بسیار دشنام‌های قبیح میکنند. اما هیچ یک نفر پیدا نشد که اینجا بیاد مثلا بگه که مرد تاجیک باید، نمونه اخلاق یک مرد تاجیک چی است. افسانه سوال بعدی ما واقعا هم همین است که شما پاسخ داده است، یعنی واقعا چرا حالا فقط دختران را هدف گرفتند و در مسیر عام شرمسار میکنند؟ پسران مگر پاک و پاکیزه هستند و از این گپان نمیزنند؟ مثلا رپسریانی هستند که هر کلمه دومشون دشنام است. بله مرحمت بفرمایید. بله اینجا من میبینم که مثلا زن ستیزی از طرف خود زنان هم راه داده شد. در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید وقتی این عکس‌های و این نوارها رو موندن هیچ زنی گریبان خودش رو بو نکرده آمدن و به تحقیر و به دشنام این دخترها پیوستند. حالا اون که مثلا این دختر به جوابگری کشیده شد، یکم جزا است، دوم جزا این که عکسش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، یک شرمندگی دیگر است هم به خودش و هم به خانواده‌اش، و سوم جزا باز محکوم شدن از طرف مردم هم است. یعنی اینقدر جزا رو من فکر نمی کنم که اون دختر سزاوار بود. تشکر. شما شهرت قدرتوف عین به همین سوال چی نظر دارید؟ مرحمت. من هم در همین سوال با افسانه راضی هستم. چطور که ما دیده هستیم که بعد از این دختر رو به جوابگری کشیدن و عکسش رو در شبکه‌های اجتماعی پخش کردن، ما دیدیم که بعد از این جزا دادن این دختر باز هم بلاگری دختر دیگر ویدیو کرده از کردار و رفتار خود پشیمانی و در نزد مردم بخشش پرسیدن. اهمیت میتیم فقط دختر و فقط زنها ویدیو کرده بخشش پرسیده شدن. ندیدیم که یگان بلاگری مرد یا که بلاگری جوان پسر با جوابگری کشیده شده و همین گونه ویدیو کرده باشد که از سخنهای قبیحش که از ویدیوی بد اخلاقش با عذر پرسیده باشد. چرا پس سوال پیش میاد که چی معنا دارد این؟ بله کی فقط دخترها؟ چرا فقط دخترها؟ بله در حقیقتا مقامات دولتی ما کوشش کرده ایستادن که زن رو رفتار و کردار و سخنرانیش رو بگیم که با یک رامکای چورچوبه وارد کنن تا زن تاجیک از بگیم که رفتار و کردارهای و سخنهای قبیح خودداری نماید. لیکن با گفتنی هستم که ما باید با یک چیز دیگه اهمیت دهیم که همین دختری که با جوابگری کشیده شد
یک دختر جوان 18 ساله ما اگر ببینیم با طریق لباس پوشیش، با طریق خودش رو آرایش دادن این خودش که خودی همین مردم و جوان پسران رو با خودش جلب می‌نماید و برای همین وقتی که این گونه توجیک دختر رو می‌بینه که لباس پوشیش دیگه با رسم و خود ما جوابگو نیست، مثال فرض کردیم لبانش رو بوتکس کردگی است یا چیکو کردگی است که خودی جلب همین جوان و پسران رو جلب می‌نماید. برای همین بسیاری در جامعه ما حالا این گونه لباس پوشی و این گونه رفتار یا که این گونه آرایش دادن زنها رو قبول ندارند و برای همین من راضی هستم که بسیاری به اساس یا که این گونه جوان دختران رو در کامنتاری یا که وقتی صورت عکسای اون رو می‌بینند دشنا و قبیح و سخن‌های قبیح میگویند. قید کرده است که زن‌ها هم باید در همین حالت بگیم که رفتار و کردارشون خودشون با تنظیم درارن. شرط نیست که مردم با آنها کمبودی اونها رو گپ بزنن. تشکر. سوالمون افسانه شما به حرفای شورای قدرت فروزی هستید که یعنی دخترایی که به نظر من یک دختر کامل حقوق او حق دارد که مثلا بوتکس بکند، اون حق دارد که لبش رو برجسته بکند، از چیزی که مثلا در خودش ناراضی هست در جسمش او میتواند که او را تغییر بدهد، چون حق دارد. با این برای اون مثلا سرقانون کشور و قانون‌های انسانی مثلا برایش حق داده است که اون چیزی را که در خودش نمیخواهد تغییر بدهد. من موافق نیستم با اینی که مثلا حرفای قبیح میزنند، این کارهای دیگری که مثلا بر اخلاق جامعه ضرر دارد، من راضی نیستم بر این. اما چرا مثلا یک کس به خودش حق میدهد که بیاید به من بگوید که من باید چیکار بکنم؟ اون پسرها مثلا برای خودشون چی به حق میدهند؟ ما باید هر یکی ما مسئول کار خودمون باشیم، مسئول همون عملهای خودمون باشیم، گفته‌های خودمون باشیم. ما در همه کار ما میبیم عقده ها رو سر یک نفر دیگر خالی میکنیم. اون رفته است لبش رو برجسته کرده است، فلانی رفته است نمیدونم این گونه لباس پوشیده است. حالا اون که ما مثلا برای ما آزادی داده شده است، انتخاب لباس، انتخاب سر و روی آرایش، ما چیکار باید بکنیم؟ در یک جامعه آزاد ما بیایم که از این آزادی ها هم محروم شویم. ما نمیتونیم که دخترها را مثلا از آزادی هاشون محروم بکنیم. تشکر. و این کار نشان داد که همین جمله را این کار نشان داد در شبکه‌های اجتماعی که چقدر مردم ما واقعا مذهبی هستند و افراطی هستند. افسانه شما معلوم است که در داخل کشور هستید و روزانه با مردم زیادی هم روبرو میشوید، اطراف رو میبینید. ما این گفته را میشنویم که خودی دشنام دادن و حرف زشت در کوچه و نقلیات و هر جای دیگر خیلی زیاد است. واقعا چنین هست یا نه؟ شما به گوشتون میشنوید، به چشمتون میبینید؟ بله شما وقتی کوچه میبرایید حتی نمیدونید، هر روز گوشتون میشنوید دو نفر با دو پسر، دو جوان مرد با یکدیگر صحبت میکنن و حقارت مادر یکدیگر رو حقارت میکنن. این چیز در خیابان ها است، این چیز در اتوبوس ها است، این چیز حتی در دانشگاه ها است. این کار از طرف استادان دانشگاه صورت میگیرد، از طرف استادان مکتب صورت میگیرد. من یادم هست ویدیویی که مثلا یک استاد مکتب میبیاد مثلا ویدیو کرده است، یک بیت خورمتا ای دختر میمورمتا، و همین مثلا وقتی اون نوار در شبکه‌های اجتماعی راه یافت، همه به شوخ بودن اون معلم تحسین گفتن چقدر یک معلم شوخ بوده است و همه خندیدن. یعنی همون چیز قبول کردن که یک استاد در مکتب بیاد از همین الفاظ استفاده بکند و هیچ کس هم نه اون را به جوابگری کشید و نه هیچ کار دیگری هم کردن. و همیشه مردم تحقیر میشوند در مکتب ها. وقتی کودک در مکتب تحقیر میشود، اون وقت بزرگ میشود او باید یک کس دیگر رو تحقیر بکند. از روی روانشناسی او میرود به تحقیر یک کس دیگر میپردازد، برای که همون چیزهایی که او در کودکی تحقیر شده بود اون عقده ها را باید سر یک نفر دیگر خالی بکند. چرا ما مثلا استادان رو به جوابگری نمیکشیم؟ چرا ما در مکتب ها، در دانشگاه ها این چیز رو نمیبینیم و ما میبینیم دخترهایی که نوجوان هستن اونها رو محکوم میکنیم، اونها رو مثلا به شیوه بسیار بد به جوابگری میکشیم و توقع داریم که مثلا اونها
دیگر میشوند. با اونها صحبت کردن در کار، با اونها فهموندن در کار و اونها هنوز خیلی جوان هستند و اونها را عقده‌ای کردن در کار نیست که اونها مجبور شوند فرار بکنن از وطن و کارهای از این بدتر رو در شبکه ها بکنن. یک صحبت سریراهی همکارانمون با ساکنان پایتخت رو پیشنهاد میکنیم که در همین مسئله سوال و جواب کردن. سپس برنامه رو ادامه میدیم. مرحمت. راستی من اونقدر معلوماتی خوبی ندارم، با این شبکه ها وقت هم ندارم. خیال میکنم که زن همه وقت باید با زنی خودش احترام گذارد. این کار هم نیست. اگر میلیسه ها نباشن، اگر چشم حکومت دولت و یا نباشن نگاه بی نکنن، ما های قدر آزاد گشته نمیتونیم. یکم آگاه کنم با خوبتره که لبو چرامی یک کمتر پیش گذاشتن در کارهای خیلی باید با آگاه کنم، بعد او با چورای همین خیلی قانون و میگم رو کدام در کار. Все в рамках того, чтобы молодежь, сама молодежь 21 века, и ее проблема это вот мат, это алкоголь, это наркотики, это курение. То есть я добавил бы блогерам, чтобы побольше бы занимались вот этой частью. То есть вот они сами часть молодежи, и лучше всего помочь молодежи предостеречь себя от таких проблем. بازداشت بلاگر دخترایی که جوانن فکر میکنم اول آگاهینامه میدادن خوب میشد، چون که یک باره هم دستگیر کرده کاری خوب نیست. لیکن به هر حال این از یک طرف بسیار خوب است که مثلا بسیار دخترها حاضر گپای قبیح میزنن در شبکه‌های اجتماعی که کودک‌ها از او مثلا چی عبرت میگیرن؟ خیلی اگر علاجش باشد کلانترشون پیشون نگیرن، پدر مادر دارن یا رفیق دارن. ببینید همین قباحت در بلاگ ها و ویدیوها از کجا منشأ میگیرد و چرا زیاد شده است؟ آیا همه این محصول همین جامعه و کلا سطح فرهنگ امروزی کشور نیستند؟ افسانه کبریشوی و شما خواهش میکنم. طوری که گفتم این کار رو باید ریشه یابی بکنن. این در پست بودن سطح تعلیم در کشور میگوید. وقتی مردم ما مثلا کتاب نمیخونن، وقتی مردم ما مثلا بیشترین کارشان همین است که بیان در یوتیوب همین آوازخوان‌های و هرزگویی ها را نگاه بکنن، از همونجا منشأ میگیرد. وقتی بهای 5 در دانشگاه‌های ما ارزشش 30 سامانی باشد، ما با توقعی را نداشته باشیم که مردم ما باید بیان مثلا با یک فرهنگ والا صحبت بکنن. وقتی یک جوان ما نمیداند که سعدی شیرازی و حافظ شیرازی 2 نفر هستند، 2 شخص هستند، ما چرا باید توقع داشته باشیم که اونها بیان با یک فرهنگ والا یا نمیدونم با شعر و شاعری صحبت بکنن؟ وقتی ما میگویم که ما زیایی داریم و زیاییان ما میبیان کارشان فقط تنقید و محکوم کردن است و کار دیگری مثلا در برابر تنقید و محکوم کردن نمیکنن که جامعه را پیش ببرن، ما باید اصلا توقعی نداشته باشیم از جوانان. تشکر افسانه. شهرت قدرتوف، این نواری که حالا تماشا کردیم، نظرتون به صحبت‌های این سریراهی ساکنان چه است؟ حقیقتا با ساکنان شهر، با ساکنان جمهوری تاجیکستان راضی شدن ممکن است، چون که باید همه چیز محدود کرده شود و ما نباید گذاریم که از آداب جوانان ما بیرون سخن کنند. لیکن در اینجا یک چیز برای من نفهم است که چی با وقتی همین بلاگران دختر جوانان با جوابگاری کشیده میشن، خودی جامعه شهروندی و در مورد اول خودی زنان همین حالات رو نگرفته میمونند. در مورد اول باید خودی جامعه و خودی زنان فعال جامعه ما باید صدا بلند کنند، نباید کارمندان میلیسه با کارهای خود شروع کنند و این دختران رو به حبس گیرند. باید در مورد اول از طرف خودی زنان فعال جمهوری تاجیکستان این گونه عملها و این گونه سخنان بهاگذاری کرده شود. درست میگویم، در مورد اول باید این دختر جوان دعوت کرده میشد، با او صحبت میگذراندن، با او میفهموندن، شاید او خطاگی خودش رو میفهمید و دوباره این کارا رو تکرار نمیکرد. اما وقتی که میگیرن یک جوان دختر میگیرن و یک باره 10 شبانه روز حبس میکنن، حالا ما نمیدونیم که با این دختر در همون ایویسی که او 10 روز نگاه داشته میشد چگونه رفتار کردن.
چی گونه مناسبت کردند. برای همین دختر 18 ساله جوانی که وقتی 10 روز به حبس گرفته میشد شاید پسیخه روحی در اونجا شکسته شود. برای که من را سر هم گذراندم در این گونه مؤسسه ها نسبت این گونه جوان پسران و جوان دختران رفتار خوب نمیکنند. اونا از اونجا برعکس باز شاید پسیخشون ویران شده برایند. ببینید در تاجیکستان قانون مطبوعات عمل میکند و فعالیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را تنظیم میکند، ولی در همین قانون ها برای فعالیت بلاگرها بند وجود ندارد. فکر میکنید که همچنین یک قانون برای بلاگرها در همین شب و روز ضرور است؟ افسانه نظر شما چی است؟ واقعا نمیدونم از جهت قانونگذاری چی طور است، اما بله من طرفدار هستم که مثلا تنظیم شوند این هرزگویی ها، این قبیحگویی ها، فحش و مثلا گپ های حرف های بد در یوتیوب کمتر باشد که جوانان مثلا بیشتر در جوانان زیر سن در یوتیوب می نشینند و اونها می بینند و برایشان مثلا یک نمونه مشهور شدن نباشد این. اما یک کاری باید بکنن دیگر، چون خبرنگاری از خود اتیکا دارد و نمیتوانند مثلا خبرنگاران بیرون از اخلاق خبرنگاری کاری بکنند. اما بلاگران اینها بیشتر مثلا به خاطر جنبه اقتصادی میبیان بلاگری میکنند و هر کاری که مثلا اونها رو بیشتر مشهور میکند و درآمد بیشتری پیدا میکنند میروند و دست به همون کار میزنند. اشارت قدرتوف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ ندانستن قانون از جوابگری آزاد نمیکند و شرط نیست که حتما ما در قانونگذاری تاجیکستان که در قانون درباره واسطه اخباری ما کلمه بلاگر رو جای نماییم. عموما هر یک وقت که ما سایت های اینترنتی رو همچون واسطه اخباری ما اعتراف کرده ایم و ما میدونیم در کدکس جنایتی و در دیگر قانون های برای پخش کردن معلومات در اینترنت علاقه به جوابگری کشیده میشن، برای همین شرط نیست که در قانونگذاری شخصا کلمه بلاگر رو ما استفاده بریم. هر یک بلاگر باید اول داند که وقتی که او در اینترنت گویم که در سایت های اینترنتی یگان نوار پخش میکند، او باید داند که اگر این نوار یا که سخنان او با قانون ها مطابقت نکند او با جوابگری کشیده می شود. ندانستن قانون از جوابگری آزاد نمیکند بلاگرها. دقیقاً. ببینید حالا که به پایان برنامه میرسیم و پیش از این یک سوال و خیلی خواهش میکنم کوتاه پاسخ دهید. به نظر هر دوی شما راه حل این مسئله، یعنی بلاگر هم آزادانه فعالیت کند و فشار هم جای نداشته باشد، چی بوده میتواند؟ افسانه اکبرشویه از شما. خیلی فشرده. به نظر من مقامات باید درست با بلاگران همکاری بکنند. مثلا برای اونها فشار نیارند، برای اونها میتونن که گزینه‌های بیشتری بدهند و جامعه مدنی و زیایان باید دست به کار شوند. فضای یوتیوب ما باید با چیزهای بسیار خوب پر شود که دیگر مثلا بلاگرانی که میتوانند فکر کردن تا هنوز که تنها راه مشهور شدن دشنام و حقارت هست، دیگر فکر کنن نه، راه مشهور شدن این چیزهای خوبتری است، کانتنت خوبتری است. تشکر. یعنی اگر مثلا بیننده کمتر پیدا بکنن دیگر از اون راهشون برمیگردند. تشکر. شهرت قدرتوف، مرحمت. خیلی کوتاه خواهش میکنم. ما باید نه فقط برای بلاگرها، برای فعالیت نمودن همه شخصیت در جمهوری تاجیکستان برای روزنامه‌نگاران و دیگران هم فشار رو راه ندیم. وقتی که ما نسبت بلاگران و دیگر روزنامه‌نگاران فشار میاریم، اونا از این عمل و از این کارشون دست میکشن. برای همین باید در حقیقتا در فعالیت بلاگران آزادی باشد، اما فعالیت اونها باید با تنظیم در آورده شود، چون که ما نباید در وقت برآمدهای خود از دایره چارچوبه قانونگذاری عمل کننده جمهوری تاجیکستان بیرون برویم. تشکر به هر دوی شما و برنامه را در همینجا به پایان میبریم و طی این مدت ما را همراهی کردید. مهمانان ما افسانه اکبرشویه و خبرنگار تاجیک و شهرت قدرتوف، حقوقشناس و سابق کارمند امور داخلی تاجیکستان بودند. اگر بینندگان گرامی پیشنهادی دارید و یا میخواهید موضوع مهمتری در این برنامه بررسی شود و مهمانان کی باشند، زیر همین برنامه نویسید. اگر برنامه خوشتان آمد لایک مانید و به دوستانتون فرستانید. نظر شما در بهتر و بازم بهتر شدن برنامه ما و صحبت ها کمک میکند. تا دیدار در برنامه دیگر و من میرزا نبی خالقزاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهدار.